میدونی الان چه کاری منو خیلی خوشحال میکنه؟ اینکه همین الان لطف کنی با گوشی خودت یا مامانت یا بابات یه لحظه وی پی ان تو روشن کنی، بری توی یوتیوب و به انگلیسی سرچ کنی ابوالفضل ایکس مستر، دقیقاً مثل همین چیزی که توی تصویر میبینی، و اون چنلی که 58000 تا سابسکرایبر داره رو پیدا کنی و سابسکرایبش کنی. پروفایلش دقیقاً مثل همین پروفایل کانال آپاراتمه. بازی زرد و ویدیوهای خفن دیگه هم داخلش هستن، البته که ویدیوهای دیگه‌ای هم توی راهه. به همین خاطر میگم برین سابسکرایبش کنین یا همون دنبالش کنین، چون قراره ویدیوهای اونجا بیاد که توی آپارات نیستن و خیلی خفن ترن. سابسکرایب کردی؟ عاشقتم. مرسی، دوست دارم. بریم ادامه ویدیو. تا مهمون ویژه داریم که به تجهیزاتمون اضافه شدن. وای انقدر خفنن که میخوام الان براتون آنباکس کنم بهتون نشون بدم. فقط یه چیزی رو راست بهتون بگم قبل از اینکه بازشون کنم، من فقط اینو باز کردم نگاه کردم، دیگه اینو اصلا دست نزدم. قراره که الان باز کنیم با هم دیگه ببینیمش. این خفن ترین میکروفون یقه‌ای حال حاضر دنیاست که اکثر یوتیوبرهای خارجی و ایرانی و بلاگرها و همه از این استفاده میکنن. خفن ترینه و اینم خفن ترین دوربین ولاگ دنیاست و البته کوچیک‌ترین. من درسته که گفتم کوچیک‌ترین دوربین دنیا رو خریدم، ولی منظورم کوچیک‌ترین دوربین ولاگه. بریم با هم دیگه اول میکروفون رو باز کنیم بچه‌ها. وای چقدر هیجان دارم برای این، دارم با خودکار بازش میکنم. آها خب باز کردنش هم راحته ها دیگه. یه پلاستیکو اینجوری چه کردی نکن دیگه تا تهش باز میشه. خیلی ویدیوهای آنباکسینگ حال میده بچه. بذارین اول جعبهشو بهتون نشون بدم چه جعبه خوشگلی داره. ببین میکروفون این شکلیه، خیلی خوشگله، دی جی آی و خیلی بمبه. وای 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 وای، فقط نگاش کنه چقدر قشنگه. این ورش www.dji.com برند دی جی آی دیگه، پهباد داره، هزار تا چیز داره، خیلی خفنه. میکروفون 20 هم هستن و فقط برای ولاگ استفاده میشن بچه. حتی توی ویدیوهای عادی هم ازشون استفاده نمیکنم. بریم بازش کنیم بچه. اینجا میگیرم خدای بذار بیام این جلوتر بازش کنم که شما واضح ببینید من چقدر جابجا میشم. اوکی اینجوری باز میشه، این داخلشه. وای چقدر قشنگه، چه کیفی داره. وای خدای من. سکو اینو بذارم اینجا، اینا رو ببینیم. دیدی همیشه اول اینا رو نشون میدن که مثلا ادا بازی در بیارن. اینو بچه دقیقا نمیدونم برای چیه، فکر کنم برای سالم نگه داشتن مثلا وسایل‌های دیجیتالی توی راه هاست. نمیدونم دقیق برای چیه بچه. اینو حتما بهم بگی. نوشته دونات ایت نخورین اینو. بله ما اگه نمیگفتیم میخوردیمش قطعا. بعد اینم هست. این دیگه اون دفترچه راهنماشه بچه. دوست ندارم بازش کنم، خیلی شیک بسته بندی شده. میذاریمش کنار اینو. حالا بریم سراغ خود میکروفون دی جی آی. وای چقدر قشنگه کیفش، از همه زاویه‌ها ببینینش. خیلی خوب حالا بازش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارک همه عکس مارویا باشه. نگاه کن تجهیزاتشو. این داخل کیفه، این کابل مابلاشه دیگه. نگاه کن چند تا کابل داره. حالا این کابلا رو من کاری ندارم، اصل کار اینه. بذار بیارمش. وای چقدر قشنگه. اینجا رو ببین چقدر خوشگله. وای مثل یه صندوقه. حالا سکو اینجا رو ببینم چجوری باز میشه. وای دلم نمیاد من اینو فکر کنم اینجوری فشار بدم بالا. چجوریه؟ وای آدم میترسه. فکر کنم این برچسبه رو بچه‌ها باز کنم. این زرده رو میگیرم. خب بعد اینو اینجوری میکنم. میبینین؟ خیلی خب الان آماده باز شدنه. اینجوری میدی داخل. بعد روشن شد، جعبه روشن میشه. شارژ میکروفونا رو میگه. فکر کنم از 4 تا خونه 2 تاش تا الان بره. این ریسیورشه. وای روشم دیجیتال شارژر رو میزنه. اینم 2 تا میکروفونه بچه. بذار مثلا یکیشو بیارم بیرون. وای بچه ها نگاه کنین چه خفنه. وای یقیه دیگه، بوم به بوم. وای 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 چی بگم راجبه این ریسیورش هم. بذار بیارم بیرون ببینیم. وای چقدر ریسیور گوگلی داره. داخل همین جعبه هم شارژ میشه، بعد دیجیتالیه. خیلی خفنه. وای بچه خیلی دوستش داشتم. مبارک همتون باشه، مبارک همتون. اینا رو من نمیخرم بچه. اگه به خودم باشه من میخوام با این چیکار کنم؟ وصلش میکنم به PS5 بازی کنم، چه میدونم میرم باهاش روپایی میزنم، چیکار میکنم؟ من اینو برای شما گرفتم، برای ویدیوهایی که برای شما میسازم. عاشقتونم. شما لایق بهترین میکروفون دنیا هستین بچه. واقعا دوستتون دارم. خیلی خوب اینم از میکروفونا. بریم سراغ
اصل کاری بچه‌ها، سلطان اینه اصل کار. دوربین DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. وای بچه‌ها نسخه کمبوش هم گرفتم، یعنی یه نسخه‌ایه که تجهیزات دیگه‌ش هم داره که کامل باشه، دیگه نریم اونا رو جدا بخریم، همه چیش با همه. گفتم یه دورم بازش کردم، حالا بریم با هم دیگه ببینیمش. اوکی، از این ور باز میشه، از اینجا من بازش کنم. اون همون چیزه بچه‌ها، همینی که تو میکروفونم بود. نگاش کنین، هم که میگه نخورین اینا، سیلیکا جل، نمیدونم دقیق چیه. خیلی خوب، بریم. الان این دره باز شد و گل اومد و وای اینجا رو باشیم بچه‌ها. یه چیزی بهتون بگم، الان صبر کن بیاد بیرون. اینو میذاریمش اینجا، دوباره اینم میذاریم اینجا. آقا بذار ببینیم داخل این دیگه داخلشو ندیدم بچه. این دفترچه ها رو داره، دوباره مثل همه آنباکسینگ ها یه دفترچه طولانی مزخرف با این یکی چه کوفتیه، اینم باز دفترچه است. او یه کارت دیگه هم توش هست. افتاد. ببینیم این چیه، اینم نمیدونم دقیقاً چیه. لوگوی DJI اینو میتونه یه جایی بچسبونی، برعکسش برچسبش. اینم یه جعبه کوچولو بود، نمیدونم تو این چیه. این فکر کنم کابل شارژری چیزیه. آره اینو باز نکرده بودم، اینایی که باز نکردم و به شما نشون میدم اینجا. خب تو این چیزی نیست، نه اینو دیگه خالیش کردم. خب ببینیم این چیه. فهمیدم این چیه بچه، این فکر کنم پایشه. ببینین وای بیا بیرون بیدم. وای چقدر خوشگله، نگاش کن. فکر کنم محافظشه، محافظ دوربین است. و ببینم چه جوریه دوربینو، چه جوری توش باید بذاریم. خیلی خوب، اینم شما دیدین، اینو خودم باز نکرده بودم بچه‌ها. بریم برای دوربینه. وای دوربین اینجاست، کیفش دقیقاً این کیف همون میکروفون است بچه‌ها، چون دوتاشون یه برندن، دوتاشون DJI هن. DJI هم دیگه خفن ترین محصولات الکترونیک و عرضه میکنه. وای بچه، وای اینا رو ببینیم، بعد خود دوربینو بیارم. وای اینو بهتون میگم، چون پک کمبوه چند تا میکروفون هم خودش داره. نکن یه میکروفون هم خودش داره، یکی دیگه هم فکر کنم داشته باشه، یه همین یه دونه بود فکر کنم دیگه همون بود. آره نکن از این پشمیا داره برای اینکه چیز نشه، یه وقت نویز اذیت نکنه و دیگه. وای دوباره از اینو فکر کنم باید حتما داخل کیفش باشه دیگه. اینو بذار تو کیف باشه، یه وقت به فنا نرن دیگه. چیزای مختلف برای شارژش داره. نه این فکر کنم شارژرشه، نمیدونم دقیق چیه، باتریه چیه. اینم هست، این نمیدونم چیه. فکر کنم این دیگه باید پایه باشه. آره یا اینم میکروفونه، نمیدونم ریسیور چیه. این به خدا اینا چیز عجیب و غریبی، من سر در نمیارم. اینجا رو ببینیم این چیه دیگه. بمبن اینا دروغ. این پایه است. وای بچه این پایه است، خدایا چقدر خوشگله. اونا رو باز اونا مهم نبوده، ولی این مهمه، این پایه است. خدایا وای چقدر خوشگله، نگاش کن چقدر دقیق و درسته. وای بیا بریم عزیزم رو بیارم بچه. وای آماده این 3 2 1 هیولا اومد بچه. یه دوربین کوچولو جمع و جور، ببینید چقدر کوچیکه. حالا کافیه روشنش بکنم ببینید چه ربات هیولاییه و خیلی هم شکننده است. بعد حواسم باشه مراقبت کنم ازش. این برای ویدیوهای بمب یوتیوبمونه که قراره بیاد. پس حتما همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم بچه، خیلی راحت یه VPN روشن کنین، برین تو یوتیوب سرچ کنین ابوالفضل ایکس مستر که راحت بتونین کانال یوتیوبمو پیدا کنین. همین پروفایل آپاراتم هم داره، سابسکرایبش کنین بچه‌ها. قرار خانوادگی ویدیوهای بمب براتون بذاریم بچه‌ها هر هفته. حالا نمیدونم فعلا مشخص کردم که هر هفته براتون بذارم. ویدیوهایی ان که توی آپارات نیستن، فقط توی یوتیوب. خلاصه بچه این دوربین است. حالا اینجا رو نگاه کنید، من روشنش میکنم. اوکی ببینین اینجا رو باشه. مثل یه ربات کلش تکون میخوره. ببینید تعقیب میکنه، مثلا میخواد اون هدفش رو ببینه. اینم مانیتورشه ها که جلو شما، فقط جلو شما بازش میکنم. اینجا رو باش. زبانش رو میتونم انگلیسی انتخاب کنم. آقا انگلیسی معلومه دیگه. سوایپ 5 times. اوکی چیو سوایپ کنم؟ 2 اینجا رو الان آورد، منو داره نشون میده بچه. میبینین خیلی کیفیتش بالاه، خیلی 1080 سی فریم الان فعلا. باید تنظیماتش رو درست کنم. سوایپ میتونم نو اس دی کارت.
و یه SD کارت هم روش بذارم بچه، حافظه نداره فکر کنم، و براش بگیرم. فقط یه چیزی بهتون بگم بچه، خیلی عجیبه، من اصلا تو عمرم اینجوری ندیده بودم دوربینو. انگار آدم کلش تکون میخوره مثلا هدفو پیدا کنه. نگاه کن الان تو چشم به من فکر کنم شد. نگاه کن میچرخونیش چقدر خوشگل میچرخه، مثل رباته، خیلی خفنه. حالا نگاه الان میخوام مثلا خاموشش بکنم ببینید چی میشه. دیدی چیکار کرد؟ کوچیک‌تر بچه، خیلی کوچیکه، اندازه رو نگاه کنید در مقابل اون دوربین من که اونقدر گنده است، واقعا خیلی بهتره. همچین دوربینی رو ببری جلو مردم میترسن، ولی این دوربین رو هیچ کس نمیبینه، راحت میتونیم ویدیوهامون رو بگیریم هر جایی که میخوای. خیلی دوستتون دارم دیگه. اینم میکروفونامون بودن دیگه. خلاصه قراره بهتره کنیم، یوتیوبمون رو حتما سابسکرایب کنید. عشق منیم. تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای. Baby, tú eres mala.